سر برافراخته سرباز وطن ما و توییم. سپری ننگی دری باز وطن ما و توییم. این شجاعت و دل و جان و تن از سروری ماست. پیشوای وطنی ما شرف و باوری ماست. از روزهای اول صاحب استقلالی کشور با تشبث و دستگیری‌های بی‌واسطه بنیادگذار ارتش ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح ژنرال ارتش امامعلی رحمان در راه تأسیس قوه‌های مسلح، آموزش هیئت شخصی، بلند برداشتن آمادگی جنگی و پرزور نمودن قدرت مدافعوی ارتش ملی تاجیکستان عزیز قدم‌های استوار گذاشته شد.